نقره، سرمایه گذاری یا کلاهبرداری بزرگ. من یکی از افرادی بودم که نقره رو توی $27 گفتم، $30 گفتم، 33 گفتم، 38، 39، 43، 45 همینطور گفتم که بخریم. ولی الان با اونس $54 آیا واقعا خریدنش منطقیه؟ تا 3 سال پیش کسی نقره رو به چشم سرمایه گذاری حتی نگاه نمی‌کرد. اصلا نقره رو توی بازار ایران حساب نمی‌کردن. پس چرا نقره فروشا الان توی صف دارن میگن نقره بخرید؟ فکر می‌کنی به فکر سود شما یا سود خودشون؟ ما الان روی سقف تاریخی نقره هستیم و قطعاً دارم بهتون میگم ما $20 ریزش رو روش خواهیم داشت. اونم چی؟ حداقل. آره، من همونم که تارگت $600 و $800 میداد. هنوزم روش هستم و هنوزم میبینمش، اما این ریزش اجتناب ناپذیره. آخ جان آقای مهندس، دوباره ما رو حرفای امروزت یه جور جنجالیه. من هر دقیقه باید بیام روی صندلی بشینم. ای بابا، الان دوباره اومدی گفتی نقره. داره. چیکار نقره داری دیگه؟ نقره خیلی دوست دارم. دوستش داری چرا میگی پس میریزه؟ خب بعد بریزه که بره بالا. ما وقتی یادمون میاد نیما برگشته گفته نقره بخرید. بعد الان یهو اومده میگه همه الان تازه میگن نقره بخرید، تو میگی بفروشید. آره، همیشه برخلاف جمع بودن بد نیست. خیلی دیگه کلاس گذاشتی. آره. خیلی خوب. الان پس یعنی داری میگی باز با این 4 تا 5 تا کندل سعودی هفتگی که ما داریم میبینیم باز دوباره ریزش. اوف، سنگین. و این نقره خیلی شارپ میریزه. بحث طلا نیست. طلا گفتم شارپ میریزه، ولی طلا آقا برفرض 4200 میادش 4100، بعد میادش مثلا 4 3900، آروم آروم هی بازی میکنه. ولی نقره یه دفعه میبینی از $54 $50 یه دفعه میره مثلا $45 تو یه روز یه دفعه میبینی $5 میریزه. بری نگاه کنی گذشتهشو، دقیقا همین اتفاق افتاده. یه کندله عجیب غریب بزرگی میزنه نزولی که اصلا غیر قابل جبرانه تو لحظه. پس یعنی الان داری میگی رو میره همونطور هم میاد پایین. الان یعنی داری میگی رو $54 بفروشیم، کی بخریم؟ حوالی 33. یعنی 20 تا قراره بریم پایین بعد از ATH. آره، بعیدم نیست البته بعد از ATH، ولی خب راستشو بگم من نمیفروشم. اگه بیاد رو 33 من باز میخرم. خوب کار میکنی. کلا فروشندش نیستم. خب تو دیر اضافه شدی. آره، من رو 36 اضافه شدم. آره، یعنی الان دوباره برمیگرده لب به لب میشم تازه تقریبا. نره تو هم، ولی اگه نفروشی تازه رو 36 تو هم رو 33 فکر کنم تازه تو سودم هستی. من اصلا آره. پس چرا میخوای بفروشیش؟ افزایش سرمایه. اگه رفت چی؟ کجا رفت؟ از 50 الان فردا صبح شد 72. تحلیلگری که به تحلیل خودش اعتماد نداشته باشه تحلیلگر نیست. حرفت درسته. نمیدونم، شاید هم تو درست میگی. شاید ما داریم تو همه سبدا ضرر میکنیم. هم رو طلا من دارم نمیفروشم، هم رو نقره، هم رو خیلی چیزای دیگه. همش هم داره ضرر میشه. ببین نگه داشتن ایراد نداره. ما یه سرمایه دار داریم، یه پولدار. خب همون ثروتمند اونیه که خب طلاشو داره. حالا بذار رو قیمت ایران بگیم 6 تومن طلا داره، 8 تومن همونو داره، 1 گرمشو داره. خب ولی سرمایه داره چیه؟ سرمایه داره روی 6 تومن همون 1 گرمو داره، میاد 8 تومن هنوز 1 گرمو داره، 8 میفروشه، روی 7 میخره. خب یعنی روی اون نوسانی که گرفته تلاش افزایش پیدا کرده. پس 2 تا ذهنیت داریم، 2 تا ذهنیتشون هم اوکی هن. ولی ثروتمند اونی میشه که یک استی رو میگیره، هولد میکنه، داره. ولی اون فردی که سرمایه گذاره یا سرمایه داره، اون اسست رو میگیره، رو سقف میفروشه، دوباره میادش یکم اصلاح میده، رو کف دوباره میخره تا سقفای بعدی. من هنوزم دارم میگم
این نقره لعنتی یه موقعیت عجیب غریب بمبه. یعنی هنوزم تو سودده میدونیش. اوف. تارگت های چقدر میبینی؟ تارگت بعدی؟ آره دیگه بعد از 54 که الان زدیم. بعد از ریزشش منظورت؟ حالا بعدش یا الان فرقی نمیکنه. 210 مستقیم. 54 210 توی یه سال. خب این میشه ATH های پشت هم، یعنی ATH اصلاح ATH دوباره. آره دقیقاً. یه همچین چیزی مده. ما یک کمبود عجیب غریبی توی نقره داریم تو جهان. آره خب خیلی وقتی که کسی دنبالش نرفته، الان فقط به خاطر این خودروهای برقی و پنل خورشیدی و کمبود برق و همه چی استفاده میشه. به نظرم هنوزم تازه اون سرمایه‌گذاری که تو طلا واردش نشدن، یعنی دارن میان. یه چیزای عجیب غریبی اون موقع می‌بینیم. آره. BC. خب پس من نمیفروشم. نفروش. آره بیا. من نمیفروشم، تو هم نفروش. من میفروشم. تو میفروشی؟ آره. من نمیفروشم. بیشترش میکنم. میام اینجا میگیم که کیبورد 100%. قبول. خود بچه‌ها میتونن ببینن. آره دیگه خودشون البته متوجه میشن. قیمتو میتونن ببینن دیگه. یه گوشی میخواد. یه اینترنت. آره دیگه. تمام شد رفت. نه ولی یه ویدیو میگیریم میایم میگیم که کی درست میگفت. 100%. قبوله. ایرادی نداره. قبوله. بریم ببینیم. میبینن.